الو سلام. علیکم السلام و رحمت الله. شبکه جهانی سال حق. به سال حق. خودتون رو معرفی کنید. از کجا صحبت میکنید؟ من کامران هستم از کردستان. آقای کامران از کردستان. بفرمایید آقای کامران. ببخشید من چند دقیقه وقت دارم حرف بزنم؟ بستگی داره که در چه موضوعی بخواید صحبت بکنید. راستش ما تا دیروز که پناه میبردیم به قبر و به مرده و به این خرافات، هیچ کسی نبود که بهمون بگه چیکار داری میکنید. وقتی که زنا میکردیم، گناه میکردیم، خطا میکردیم، اشتباه میکردیم، هیچ کسی نبود بهمون بگه چیکار داری میکنید. اصلا کسی کاری به ما نداشت. ولی همین که توبه کردیم، ولی الان که به الله پناه بردیم و الله فقط الله را میخوانیم، الان بهمون میگن وهابی و داعش و سلفی و فلان و فلان و میخوان ما رو بگیرن و اعدام کنن، شکنجه بدن. در حالی که یکی از دوستان که قبلا مثل من بود اونو گرفتن، اسمش جمشید بود، اونو گرفتن، زندانی کردن، شکنجه کردن و اونو کشتن و زیر بطور قایم کردن. فکر کردن که جمشید مرده، در حالی که اشتباه کردن. جمشیدها امروز زنده شدن و جمشیدها امروز دارن زندگی میکنن و جمشیدها دارن امروز آموزش میبینن و قرآن میخونن و فقط میگوین الله. کامران در جان، حالی که کامران برادر عزیز، من یک سوال از شما میپرسم. به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشن در مکه به ایشون چی میگفتن؟ محمد امین. بعد از بعثت بهشون چی میگفتن؟ شاعر، دروغگو، جادوگر، شاعر. شما وقتی که در مسیر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم گام نهادید، باید این سنت رو بپذیرید. بفرمایید برادر عزیز. گوش میدم، بفرمایید. من حرفم تموم شد. اگر صحبت دیگری هم دارید میشنویم از شما. در حرفاتون در سوره توبه گفتیم که پدران و مادراتون رو در حالی که کفر می‌ورزن به برادری نگیرید یا اصلا با اونا دوستی نکنید. بله. درسته؟ بله. خب اونا الان عقیده قبلی منو دارن، اشتباه میکنن و دارن غیر الله رو میخوانن، در حالی که دلشون پاکه، شب نماز دارن، روزا کلا تسبیحات دارن، ذکر الله رو میکنن. آیا جزء کفر حساب میشه؟ باشه، در این مورد صحبت میکنم. خیلی ممنون، دست در نکنه. خدا زنده باش. تشکر از شما. دقیقاً همین مطلب رو الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 36 بیان میکنه که میگه که احمد جان اگر اینو نشون بدی. در اینجا هست وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. در اینجا چی میگه؟ الله رو پرستش بکنید، عبادت بکنید و به او شریک نیارید و به پدر و مادرتون چیکار بکنید؟ احسان بکنید. در آیه دیگه الله سبحانه و تعالی برای ما بیان میکنه که وقتی که برای شما پدر و مادرتون میگه که شما مثلا به الله سبحانه و تعالی شرک بیارید. سوره عنکبوت آیه 8. احمد جان اینو نشون بده. میگه وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. ما وصیت کردیم انسان را که به والدینش چیکار بکنه؟ احسان بکنه. و این جاهداک لتشرک بی ما لیس لک به علم. میگه اگر که کوشش کردن که تلاش کردن که تو شریک بیارید به من کسی رو که در مورد اون علمی نداری، یعنی بتی رو شریک بیاری، عمل شرکامیزی رو انجام بدی، وظیفه تو چی است؟ فلا تطعهما، اطاعت اونها رو نکن، اطاعتشون رو نکن، اما اون احسانی رو که باید به پدر و مادر بکنی انجام بده.
فقط اطاعت نکن اگر که تو رو به شرک امر کردن. این به این معنی نیست که اگر خدای نکرده پدر مادر کسی مشرک باشه، پسرشون مؤمن باشه، شما اونها رو از خونه بیرون بکنید، با اونها بد اخلاقی بکنید، اونها رو خدای نکرده بزنید، با اونها قطع ارتباط بکنید. نه خیر، اگر که مشرک هم بودند فقط در شرک از اونها اطاعت نکن، اون احسانی رو که وظیفه شما هست باید انجام بدید. این ببینید، ما بارها گفتیم در قرآن کریم ما خطاب به مؤمنین داریم، خطاب به همه بشر داریم. این از جمله خطاب هایی است که اینجا میگه ووصینا الانسان بوالدیه حسنا. این از جمله خطاب هایی است که ارتباط به این نداره که شما پدر مادرت مسلمان است، کافر است، مشرک است، مؤمن هست. این خطاب عام هست. پدر مادر هر دین و مذهبی که دارد وظیفه دارید که شما با اونها با نیکی رفتار بکنید. اما اگر از شما خواستن که شریک بیارید به الله سبحانه و تعالی، شرک بورزید، عمل خارج از تعالیم دین اسلام انجام بدید، فقط وظیفه شما چی است که فلا تطعهما، از اونها اطاعت نکنید.